نبود زیر گنبد کبود روبروی بچه ها قصه گو نشسته بود قصه گو قصه میگفت از کتاب قصه ها قصه های پرنشاط قصه های آشنا قصه باغ بزرگ قصه گل قشنگ قصه شیر و پلنگ قصه موش زرنگ قصه باغ بزرگ قصه گل قشنگ قصه شیر و پلنگ قصه موش زرنگ زیر گنبد کبود شهر خوب قصه ها زیر گنبد کبود شهر خوب قصه ها یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. تو جنگل شروود ساعت 11 صبح بود. ببری پادشاه داشت همونجوری که تو گوشش کتاب صوتی گوش میکرد همونجوری پاهاشم تکون میداد که یکم ورزش کرده باشه. بعد مامان ملک سراتاپس اونم یه کتاب جدید گرفته بود، صفحه 15 بود، داشت میخوند ولی بعضی موقع حواسش پرت میشد از کتاب و فکر میکرد که الان یه هفته دیگه مهمونی ببری کوچولوه، تولد ببری کوچولوه، چه لباسی باید انتخاب کنه بپوشه. برای همین کتابشو آروم آروم میخوند. ولی ببری پادشاه همینجوری فقط داشت کتابشو گوش میداد و اصلا یاد تولد و مهمونی و لباس نبود، چون همیشه میرفت یه 2 لباس داشت، هر دفعه یکیشو میپوشید. هرچی ملک سراتاپس میگفت بابا این لباس جدید فلان تو پادشاهی آخه یعنی چی؟ 2 دیگه داشت. بعد میگفتش که نه اونجوری حواسم پرت میشه، اینجوری کم باشه راحت تر، اینجوری هی بعد فکر این بکنم اینو بپوشم اونو بپوشم کدومو بپوشم، هی برام وقتم تلف میشه. ملک سراتاپس که داشت میخوند یه دفعه دید ساعت 11 صبح هوا چرا داره تاریک میشه. بعد یه دفعه رفت آسمون رو نگاه کرد، یه لحظه خورشید رو نگاه کرد، بعد گفت ببری پادشاه این چرا خورشید اینجوری شده انگار نصفشو گاز زدن. بعد ببری پادشاه اومد یکم نگاه کرد، گفت دیگه نگاه نکن خورشیدو. گفت چرا آخه؟ گفت این چشمتو اذیت میکنه، نباید آدم خورشیدو اینجوری نگاه کنه. یه لحظه نگاه کردی یه بعد چشمتو بیاری اینور، چون نور خورشید چشمو ضعیف میکنه، آدم صاف خورشیدو نگاه کنه. بعد از اونور ببری کوچولو با اسکیتش رسید. بعد گفت چی شده بابا سر صدا میاد؟ بعد گفتش که هیچی، کسوف شده. کسوف یعنی این که ماه میاد جلوی خورشید که وای میسته، آدم خورشید رو کامل نمیبینه، ماه جلوی خورشید رو میگیره. بعد گفت بعد سراتاپس گفت آها یادم اومد من توی کتاب یکم خونده بودم ولی دیگه بقیه‌شو نخوندم، نصف کاره موند. بعد ببری پادشاه میگه خب اینقدر فکرای مختلف و فکر تولد و لباس و اینا رو میکنی اینجوری میشه دیگه. من که سراتاپس گفت تو از کجا میدونی من فکر لباس و اینا رو میکنم؟ گفت خب من حواسم بهت بود داشتی کتاب میخوندی، همینجوری ورق نمیزدی، نیم ساعت بود توی یه صفحه بودی ورق نمیزدی. گفت تو من نمیدونم تو میخوابی، کتاب گوش میکنی، ورزش میکنی، چی کار میکنی؟ آقا حواست با همه چیه؟ آقا بعضی موقع یه نگاهی بهت میکنم دیگه. گفت من واقعا نمیدونم تو یه موجود خیلی عجیب هستی،
ببری کوچولو گفت بابا نگاه کن، اون هی داره خورشیده تاریکتر میشه، هی اون لکه بیشتر میاد، انگار خورشیدو بیشتر میخوره. نه آره. بعد یکم که گذشت کامل تقریبا اون ماه جلوی خورشیدو گرفته بود، فقط از دور و برش نور یکم میزد و هوا تاریک شد و همه حیوونا جیغ زدن، داد وای الان خورشید از بین رفت، ما همه میمیریم، همه جیغ داد. بعد ببری پادشاه به ببری کوچولو گفت ما باید سریع به همه حیوونا خبر بدیم که این کسوفه، نباید نگران باشن، اتفاق خاصی نمیافته، ماه جلوی خورشید گرفته. بعد گفتش که ببری پادشاه گفت تو اسکیت داری، برو با اسکیتت از اون راهی که جدید درست کرد، آره سریع برو و به همه خبر بده، اون بلنگو هم بگیر و با بلنگو خبر بده. ببری کوچولو خوشحال شد، آخ جون اسکیتم به درد خورد و همینجوری با اسکیتش سریع از رو نرده ها همینجوری با اسکیت میرفت، نرده های قصر. اینقدر تمرین کرده بود حتی رو نرده هم میتونست اسکیت بره. نه خلاصه اسکیت رفت پایین و بلنگورم برداشت و برد و به همه خبر داد که ببری پادشاه میگه این کسوف ماه جلوی خورشید رو گرفته، نگران نباشید، یکم بعد ماه میره کنار و خورشید دوباره در میاد. همه حیوانایی که شنیدن که ببری پادشاه اینو گفته، چون میدونستن ببری پادشاه اشتباه نمیگه، دروغ نمیگه، خیالشون راحت شد و دیگه نگران نبودن. و یکم بعد فقط اون ببری کوچولو هم میگفت زیاد به خورشید اینجوری نگاه نکنید، بعد عینک مخصوص داشته باشید اگه میخواید نگاه کنید، ما هم که فعلا عینک نداریم، عینک مخصوص به خورشید. خلاصه به همه خبر داده و همه خیالشون راحت شده. یکم بعدم ماه رفت کنار و خورشید دوباره در اومد. بعد ملکه سراتاپس گفت اصلا من دیگه به لباس فکر نمی کنم، میشینم این کتاب اما دقیق میخونم. ببری پادشاه هم گفت انشالله که بتونیم، ببینیم ما تعریف کنیم حالا واقعا میتونی یا نه. و ملکه سراتاپس 1 ساعت بعد دوباره تو یه صفحه نیم ساعت گیر کرد و ببری پادشاه فقط نگاه میکرد و یه لبخندی اونجا میزد و ملکه سراتاپس تا لبخند ببری پادشاه رو دید دوباره حواسش جمع کتاب شده، به خوندن کتاب ادامه داد. قصه ما به سر رسید.